سلام علیکم و رحمت الله. دوستان امروز به یک سوال عجیب با قصهش نقل کرده جواب میگردانم که یکی از برادران واقعا نقل کرد و سوال کرد، از خودم پرسیدند. میگوید که روزی بود که به مسجد به نماز شام رفتم، در اومدم و 15 دقیقه پس از اذان ما قامت گفتن نماز شام را عادتا میخونیم. پس از 15 دقیقه اذان به مسجد در اومدم که صحبت دارم. نشستم منتظر شدم. 5 دقیقه میگذرد، 10 دقیقه میگذرد، از قامت درکی نیست. دیگر منتظر شده است، گفته است نماز شام نمیخونیم. خلاصه میگو 20 دقیقه گذشت و قامت نمیگویند. نیم ساعت تقریبا گذشت، قامت را نگفتند. خلاصه برادر میگو آخر نماز شام نمیخونیم، نماز شام وقتش تنگ است، مبادا قضا نشود. یکی از حاضرین میگه خیلی تو کاردار نباش، امام خودش میدونه. این برادر خلاصه در حیرت میموند. از من پرسید که نماز شام واقعا وقتش تنگ نیست؟ تقریبا 40-45 دقیقه پس از اذان ما چیکار کردیم؟ نماز شام خواندیم. نماز شام خواندیم، ما چی میشود؟ بیایید به احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم نظر کنیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم در این مسئله چی گفتند. واقعا خیلی یک چند حدیث ها آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت میشد در حدیث صحیح بخاری و مسلم، حدیث متفق علیه که روایت میکنند كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف احدنا وانه لا يبصر مواقع نبله. صحابه میگویند که همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز شام را میخوندیم و پس از خوانده شدن از مسجد میبرآمدیم. همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز شام را میخوندند. وقتی برگشتن میگویند که روشنایی بود که ما جای تیرمان را، یا اگر یک انسان تیر پرتاید یا نیزه پرتاید، جای رفته رسیدن تیرمان را یا همون نیزه‌مان را میدیدیم، دیده میشد. یعنی روشنایی باقی بود، یعنی تاریک نمیشد بعد از نماز شام. و همچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم ببینید در شتابانه خواندن یا در سر وقت نماز شام را خواندن. باز یک در حدیث صحیح خود میفرمایند پیامبر صلی الله علیه و سلم لا تزال امتی بخیر، یا در روایت دیگر علی الفطرة، امتان من بخیر هستند، یا چنانکه که گفتیم در روایت دیگر بر فطرت هستند، تا آندمی که ما لم یؤخر المغرب الی ان تشتبک النجوم، تا نماز شام را تا برآمدن ستاره ها اگر تأخیر نکنند امتان من بخیر هستند. یعنی بخیر بودن ما و شما وابسته از چی است؟ تأخیر نکردن نماز شام تا برآمدن ستاره ها، تا تاریک شدن. اگر ما امروز به تأخیر گذاریم نماز شام را، یا بسیاری زنها چیکار میکنن؟ با طعامپزی با بعضی کارها مشغول میشوند و نماز شام چی میشود؟ تا تاریک شدن، تا ستاره ها برآمدن نماز شام را به تأخیر میگذارند. و البته پیامبر صلی الله علیه و سلم همه نمازها را در وقتش، در اول وقتش خواندن ما و شما را ترغیب کردند و همچنین تاکید کردند که از همه محبوب ترین کار همین است. یکی از صحابه میپرسد یا رسول الله ای الاعمال احب الی الله، از همه محبوب ترین عمل به نزد پروردگار، به نزد الله کدام است؟ پیامبر صلی الله علیه و آله میگه الصلاة علی وقتها، در وقتش نماز خواندن. اما در شام، مخصوصا در شام، پیامبر صلی الله علیه و آله باز مخصوص تاکید کردند که در اول وقت شتاب کرده خواندن این دلالت میکند بر خیریت ما و شما. بنابراین جبرائیل علیه السلام وقتی همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم وقت نماز فرض شد به پیامبر صلی الله علیه و سلم و امتان پیامبر صلی الله علیه و سلم، اولی وقت نماز و آخری وقت نماز رو جبرائیل علیه السلام به پیامبر صلی الله علیه و سلم تعلیم دادند. چگونه تعلیم دادند؟ یک روز آمدن همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم 5 وقت نماز رو در اول وقت نماز خواندند و روز دیگر آمدند جبرائیل علیه السلام در آخر وقتش نماز خواندند تا همون وقتی که نماز خوانده می شود. یعنی هر یک نماز
اولی وقت دارد و آخری وقت دارد. اما میدانید جبرئیل علیه السلام 2 روز پی در پی نماز شام رو در یک وقت همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم خواندند. بنابراین مخصوصا نماز شام خیلی وقتش تنگ است و مسلمان باید چیکار کند؟ برای نماز شام شتاب کند و نماز شام را مخصوصا در اول وقتش چیکار کند؟ نماز بگذارد. الله سبحانه و تعالی را دعا میکنیم که ما و شما را بر پادارنده نماز و مخصوصا در اول وقتش موفق بگرداند و مخصوصا این نماز شام، نماز مغرب که خیلی وقتش کوتاه است، الله سبحانه و تعالی ما را بر این پایبند گرداند. تا نوار آینده الله نگهبانتان باشد.